بهترین لژیونرهای تاریخ فوتبال ایران. درود به همه همراهان عزیز، به کانال آن تیوی خوش اومدید. شماره 5 جواد نکونام، یه هافبک و یک لژیونر موفق. اون 6 سال پیاپی در لالیگا برای اوساسونا بازی کرد و حتی بهترین بازیکن فصل این باشگاه در سال 2007 شد. اون همچنین یک گل به رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو رو در کارنامه داره. نکونام سرانجام در سال 1392 به لیگ ایران بازگشت. شماره 4 وحید هاشمیان، مهاجمی آرام و شاداب. اون سال 1999 راهی اروپا شد. هاشمیان 2 سال برای هامبورگ در سالهای 1999 تا 2001 بازی کرد. بعد از اون راهی بوخوم شد و درخشانترین فصل فوتبالی خودش رو در سال 2004 رقم زد. هاشمیان 1 سال ناموفق بعد از بوخوم را در بایر مونیخ سپری کرد و تصمیم گرفت به تیم هانوفر بره. اون 3 سال برای هانوفر بازی کرد و در آخر به لیگ ایران بازگشت. شماره 3 علی دایی، اسطوره‌ای برای فوتبال کشور. علی دایی در سال 1997 راهی آرمینیا بیلفلد شد و بعد از 1 سال حضور در این تیم به بایر مونیخ پیوست. بعد از 1 سال حضور ناچندان موفق به هرتا برلین رفت و 3 سال برای این باشگاه خدمت کرد. علی دایی در هرتا برلین درخشید و در جام باشگاه‌های اروپا مقابل تیم‌های سرشناس چلسی و میلان گلزنی کرد. اسطوره و آقای گل ملی ایران در سال 2002 به حضور خودش در اروپا خاتمه داد. شماره 2 علی کریمی، 8 محبوب. جادوگر فوتبال ایران، کسی که فارغ از هر رنگی محبوب مردمه و کمتر کسیه که از بازی اون در مستطیل سبز لذت نبرده باشه. اون 1 نیم فصل درخشان رو در بایر مونیخ داشت و ستاره های زیادی رو نیمکت نشین کرد، اما مصدومیت به اون اجازه جاه طلبی رو نداد و فقط 42 بازی برای بایر مونیخ و شالکه داشت و دیگه به فوتبال اروپا برنگشت. شماره 1 مهدی مهدوی کیا، موشک هامبورگ، کسیه که از دید خیلیا موفق ترین لژیونر ایرانیه. 11 سال حضور در این باشگاه و انجام 255 بازی در بوندسلیگا سبب شد در تیم منتخب قرن هامبورگ قرار داده بشه. کسب عنوان بهترین بازیکن فصل و کسب عنوان بهترین گلساز بوندسلیگا در یک فصل گوشه‌ای از عناوین این بازیکن بزرگه. در سال 2003 عنوان مرد سال آسیا رو کسب کرد و در نهایت در مجموعه 275 بازی در اروپا 32 گل زد و بعد از اون به لیگ ایران بازی.